کار کنم؟ من که 11 سال در مکتب میانه خواندم، من که 4 سال سیستم بکالوری دانشگاه ملی را با بهای اعلا ختم کردم، من که با عنوان ماجستری علوم فیلولوژی در دانشگاه ملی مشرف شدم، 2 سال دیگر تحصیل کردم، من که 18 سال در کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با زینه‌های گوناگون کار کردم تا با اونه که بعداً فهمیدن که محل از کجا است و این جوانی وحدتی رو کی راه داد با این زینه‌های بالایی و پیشپایی خوبی هم دادن و مجبورم کردن که عریضم رو با دست خودم بنویسم و یا خود از گفتن کمبودی‌های بعضی از نمایندگان حکومت دست بکشم و من انتخاب کردم راه درست را، نه راه چاپلوسی و دروغگویی را، نه راه کور کردن چشم را، نه راه بستن دهان و زبان خودم را. و همین گونه هم شد. برایم این اجازتنامه موقتی اداره اتومبیل را دادند و گفتند دستور رئیس شهر است که شما دیگر حق ندارید در شهر دوشنبه با مسافرکشانی غیر قانونی مشغول شوید. من چیکار کنم؟ 580 سومون جریمه این بند حقوق ویرانکنی مأموری است. 580 سومون در یک ماه 2 مراتب شد تقریبا. شما فکر نمیکنید که هر یک شهروندی که در این جمهوری هست میخواهد حداقل روزگار خود و فرزندانشان را پیش ببرد؟ از هر این جانب افراد زیاد می نویسند برادری عزیز، دوستی گرامی، روز پرزیدنت مبارک باشد. امروز روز پرزیدنت است، 16 نوامبر. من به کسی جواب ندادم، کسی رو هم تبریک نکردم. سبب داشت. سببشون است که من تنها آن زمان پرزیدنتم را تبریک میکنم، تنها آن زمان با روز پرزیدنت مردم کشورم را تبریک میکنم که پرزیدنت من غمخوار من باشد، که پرزیدنت من غمخوار کودکان من باشند، که پرزیدنت من غمخوار اهل عائله من باشد، پرزیدنت من غمخوار ملت من باشد، پرزیدنت من غمخوار مردم کشورش باشد. بدین خاطر یک مراجعتنامه دارم، مراجعتنامه به قهرمان تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت امام علی رحمان، به شاه بچه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم امام علی، به آزاده رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، از نام من نمیتوانم خودم را دیگر ژورنالیست بگویم. امروز از این روز اعتبارا من دیگر نمیگویم که تهدید نشدم و تهدید نمیشوم، چون تهدید شدم. ملکه تهدید به شکستن، تهدید به ریختن، تهدید به تهخانه رفتن. از این مرا ترس دادند، دست درازی کردند. در برابر این در زیر نوارها اکنون فیک‌های معلوم باز تهدید کرده ایستادن بعد از دلیر نوبت تو است. چی تهمت هایی نمیزنند؟ کدام بدبختیش باز ملتگران نوشته است. این بدبخت ها خود نمیدونن ملت چی است و ملت دوست چی است. راستی گپ نمیدونن که بعد یک شهر دیگر را در زیر نواری یوتیوبی پیدا کردم. این بدبخت کی است خودش؟ ولی اگر در حقیقت این بدبخت در پس پنجره به یک نفر بازداشت شده دست داشته باشد، این جای نگرانی است. این جای نگرانی است که این گونه بدبختان در مقامات قدرتی کار میکنند. وقتی که نسبت یک شهروند تهدید میکنند، نسبت یک شهروند میگویند که در پس پنجره فلانت میکنیم، البته این معنی آن را دارد که خیانت این گونه افرادی که در مقامات کار میکنند
نسبت به دولت و حکومت صدها مراتب زیادتر است. وقتی که میخواهند با ترس، با تهدید، با زوری یک کسی را از فعالیت کسبی خیش باز بدارند. عجب رسمی بوده. توکلتون بر خدا. سخن زیاد نمی کنم. از امروز اعتبارا من نگفتم، دیگر نمیگویم که تهدید نشدم، تهدید نمیشوم. امروز ترس داده ایستادن که بعد از دلیر نوبت تو است، خاموش باش. ما این را خوب درک میکنیم و هر کاری کردیم فقط برای اصلاح کمبودی های جامعه است تا مردم بتوانند از کمبودی ها رو بتابند، رو به بهبودی آورند. متاسفانه این همه گفته های ما بیهوده بود، هست و خواهد ماند تا آنه که فساد در ساختارهای دولتی از بین نرود. با آنه که شما تهدید میکنید به زدن، به خونمان را ریختن، به پس پنجره بردن، آنجا کشتن، این هیچ چیز را عوض نمیکند. چون امروز ما با باور آن هستیم که هر کس باید در ساحه خود صادقانه به این ملت و وطنش خدمت کند. معلم باید صادقانه، بی‌غرض برای تعلیم و تربیت فرزندان ما اقدام کند. دکتر نیست به خاطر پول نه، به خاطر آن که یک هموطنش بیمار است و نزدش آمده است باید خوب معالجه و طبابتش کند. کارمندان حفظ حقوق هم باید در پی حفظ حقوق باشند، نه در پی نقض حقوق شهروند، نه در پی بستن دهان روزنامه‌نگاران، شکستن روزنامه‌نگاران، تهدید روزنامه‌نگاران و کشتن آنها. یگانه چیزی که ما را باز می‌دارد این مرگ است و باوری دارم که مرگ در دست کسی از شما نیست.